آموزش ساخت رعد و برق. سلام، چطوری؟ اگر دوست داری بدونی این چیه، ادامه این فیلم رو ببین. دوستان اومدم یکی دیگه از چیزای خفنی که ساختم نشونتون بدم، امیدوارم خوشتون بیاد. یک دستگاه افزایش دهنده برق های ولتاژ ضد ضربه و میشه گفت ضد آب، چه با برق 12 ولت کار میکنه و به صورت مداوم کار میکنه. محافظ مدار داره، اگر مدارش بسوزه و مشکل بر بخوره جریان اضافی از منبعتون نمیکشه، فیوزان نمیپره و برق قطع میشه. و علاوه بر محافظ گرما داره، اگر دما بیش از 40 درجه سانتیگراد بره بالا بر اثر عدم خنک شدن برق قطع میشه، مدار آسیبی نمیرسه. و ضد ضربه هستش. میخوایم ضد ضربه بودنش رو با هم دیگه تست کنیم. خب میخوام ببینم که شما آیا آسیبی مشاهده میکنید داخلش، که جواب خیر هستش. میخوایم تستش کنیم با هم دیگه. خب دوستان اومدیم تستش کنیم. همون وسایلی هستش که قبل دیدید. برق از اینجا 12 ولت دی سی وارد اینجا میشه. اول ای سی میشه با فرکانس بالا و بعد وارد ترانس های ولتاژ میشه. برق افزایش پیدا میکنه و اون چیزی هستش که در نهایت اینجا داریم. برق حدود چند صد هزار ولت با 5.5 الی 6 سانت آرک که الان میخوایم تستش کنیم.